اسکوید گیم، یه سریال خفن که قطعاً خیلی دیدن. یه سریال با بازی‌هایی که باید جون سالم ازش به در ببری. حالا اگه اسکوید گیم رو دوست داشتی، قطعاً این فیلم و سریالایی که بهت معرفی میکنن رو هم دوست داری. 1. فیلم کیو. چند تا آدم توی مکعب گیر میکنن و برای اینکه جون سالم از اون مکعب به در ببرن، باید یه سری معما رو حل کنن. 2. فیلم سرکل. چند تا آدم گروگان گرفته میشن و خودشون رو توی بازی مرگ میبینن و بعد انتخاب کنن که فقط یه نفر زنده بمونه. 3. فیلم As the God Will. چند تا دانش آموز توی مدرسه گیر میافتن و باید یه سری بازی‌های کودکانه اما مرگبار رو انجام بدن و تو هر مرحله ممکنه بمیرن. 4. سریال آلیس این بوردرلند که بیشترین شباهت رو به اسکوید گیم داره و آدما مجبورن یه بازی‌های مرگباری رو انجام بدن که ممکنه تو اون بازی‌ها کشته بشن. 2 تا سریال دیگه هم تو کپشن بهت گفتم. حتما این پست رو سیو کن تا این فیلم و سریالا رو ببینی. من که دعوت شدم اسکوید گیم. بریم ببینیم چی میشه.